سلام علیکم. این قصه از حیات گرفته شده است. نفر این واقعه را نقل میکند. 1 سال من و مادرم به حج رفتیم. 39 سال مادرم به جای رسیده بود. با دشواری قدم میزدند. با وجود آن سلامتیشان خوب نبود. به آن نگاه نکرده برای رسیدن به آرزوی چندین ساله خود رفتن به حج به سفر برآمدند. به مکه که انتظارش بودیم رسیدیم و وارد مسجد حرم شدیم. میلیون ها مسلمان از سراسر جهان طواف کعبه و ادای یکی از رکن‌های حج می‌کردند. با مقصد آن که مادرم در چاره‌بینی بزرگ در بین آدمان بسیار عذاب نکشد، خواستم او را در عربچه مخصوص شینانده طواف را ادا نماییم. آنها راضی نشدند، اصرار میکردند و میگفتند که اینقدر راه دور را طی کرده اینجا آمدیم و فرضهای فرموده الله را در عربچه نشسته به راحت طواف کنم گویان خواسته مرا رد کردند. فکر کردم اگر آنها را به احوال خود گذارم در بین ازدحام مجروح می شوند. سپس چنان که در حدیث آمده است فکر کردم در کتف برداشته طواف کنم، برای مادرم هم قلع است و هم رضایت او را گرفتن به من فایده می آورد. مادرم را برداشته طواف را آغاز کردم. یک سمکه چرمین پر از حجت و پول به دست مادرم دادم و خواهش کردم که آن را احتیاط کند. مادرم بالای کتفم به ایست دعاها را می خواندند. وقتی که ما در مراتبه سیوم کعبه را طواف کردیم، مادرم به من گفتند که همیان را افشاندند. دست و پایهایم یخ کردند. خودی همان روز راه بلدمان همه پاسپورت ها را به ما سپاریده بود. پول تحفه ها نیز در همیان بود. ناگهان به سرم آمد که استرجاع گویم: ان لله و انا الیه راجعون. به الله تعالی دعا کردم: ای پروردگار من، مادرم را به حج آوردم و در بالای کتفم برداشته طواف می کنم تا رضایت او را به دست آورم. اما از سبب گم کردن همیان قلبشان آزار نیافتند. خودت پناه ده. در وقتی که ما در درون غلیان طواف می کردیم، علاج باز ایستادن یا جستجوی همیان نبود. غیر از این مادرم را برای بی‌پروایی ملامت کرده نمی توانم. به خود فکر می کردم که پولم را حلال به دست آوردم و نیتم از حج صمیمانه بود. این معنای آن را دارد که خدا ما را به اشتباه نمی اندازد و ما را با ناامیدی و تشویش های حجت آمیخته نمی کند. در دل گفتم: خدایا توکل بر تو کردم، حاجت های خود را به تو سپردم. با این گونه اطمینان من در حالت آرام طواف خود را ادامه می دادم. وقتی که بار ششم گردش کردم، چیزی به پای من چسبیده به راه رفتن خلل رساند. از بس که طواف من بعدا نظر به پیشینه تیزتر بودن، باز داشتن و از پای گرفته پرتافتن چیزی درمانده امکان نداشت. من خسته شده غرق عرق شدم. وقتی طواف را به آخر رسانیدم، کمی کنار رفتم و مادرم را از کتفم فرآوردم. در این لحظه آنچه به پای من چسبیده بود به یادم آمد. تا جایی که می بینم همیان گم شده ماست. چطور افتاده بود؟ پس از چند وقت باز چگونه پیدا شد؟ و از همه مهمش و تعجب آورش چطور محض به پای ما چسبید؟ این سوال ها مرا خیلی به هیجان آورده بودند و تا حال فکر میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.